برای مخلصا اول سلام خود را به تمام مردم تاجیک و تمام مخلصان میرسانم و میناداری خود را به استودیوی رحیم پروداکشن و برنامه احساس دل قدر کرده دعوت کردن میناداری خود را میرسانم. اکنون میگذاریم با برنامه‌ای که هر یک مخلصای شما با شما سوال پیشنهاد کردیم. شما تیارین؟ بله. سوالی نخستین به شما می‌رسیم. درباره خود معلومات دهید. از کجا هستید؟ در کجا زندگی میکنید؟ من میهنگز عبیدالله هستم. تاجیک هستم و از جمهوری تاجیکستان هستم. و سن سالم را مخفی می‌دارم، نمیتوانم بگویم چند ساله هستم. بله، جوان هستم. بهترین. اولین فیلمی که شما در آن نقش آفریدید، از همه مشکل ترین نقشی که شما آفریدید کدام نقش بود و در کدام فیلم؟ از همه فیلمی که من نقش آفریدم فیلم کارگردان اکمل جمعیف بود که با نام گریزه ها. من در این فیلم در نقش اساسی بازی کردم و البته که شما میدونید یکم کار به مشکلی نمیشود. از همه جای مشکلش آن بود که وقتی که صحنه‌ای که بود که از همه جای بلندترین تاجیکستان صحنه‌ای که بالای تیتس میبرامدیم، یعنی که توربای بلندترین بود. در آنجا به من کارگردان اکمل جمعیف اجازت ندادن که من به آن بلندی برایم، چون که یکمش من در این فیلم حامله بودم، دومش یکی از بلندترین جایهای جمهوری میرفت. برای همین گفتن که نقشای تو را با افکت های مخصوص یا اینکه بجای تو یگان پسری را که با اون بلندی میبراریم. من و این چیز راضی نشدم. من خواستم که این نقش خودم است. من با اکمل گفتم که من از عهده این نقش میبرم و با زن بودنم نگاه نکرده به آن همه بلندی پروردم و نقش خودم را با خوبی به انجام رساندم. هرچند که دشوارم که بود خودم خواستم بکنم. بهترین علاقه هر یک شما میدونید که این فیلم گریزه ها و در آن افتر افکت های زیاد نیز استفاده بوده شد. اولین فیلمی که در آن نقش آفرید. آیا راست است که با قدم قربان کلیپ ثبت کردنی؟ این چند قدر پیش بود راست دیگه. یک بار هم دو بار این پیشنهاد به من شدگی بود. یک بارش در جمهوری تاجیکستان نبودم، دویم بارش که وقتی پیشنهاد کردن من در سبک دیگر فیلم بودم و نتوانستم که در اینجا نقش بازی کنم. بهترین. سوال دیگر، از همه خوراک دوست داشته ترین شما چیست؟ از همه خوراک دوست داشته ترین من این گلوبسی است، نه از دستی هر کس، تنها از دستی مادرم. بهترین. کدو را نظر نمیبینید؟ کدو را نظر نمیبینم. چیزای ملی را بیشتر خوراکای ملی یعنی؟ خوراکای ملی را، سبزواتایی که وطنی خودمون استحصال میشوند بیشتر نظر میبینم. بهترین. سوال دیگر نیست چنین آمده است. برای چی بسیارتر در فیلم ها، در کلیپ ها لباس های اروپایی به بر میکنیم، نه اینکه لباس های ملی تاجیکی، از آن جمله اطلس، چکن، سببش در چی باشد؟ بله، در نقشایی که من بازی میکنم از آن جمله کینای گریزه ها که در آنجا دواده و پروپر بسیار بود. من نمیتوانستم لباس ملی به بر کنم و بیدوم همراهی اکمل یا اینکه دوست مراد. و دویم فیلم این بود که فیلم گل بیشکسته بود. انشالله که روزهای نزدیک پیشکش مخلصان هم میگردانم در این فیلم لباس ملی به بر کردم که در آنجا رولی نقش دختر دهاتی بازی کردم. و فیلم سوم این فیلم شوهر در اجاره بود. من در آنجا در نقش دختر هیرکت و بای دختر و دختر سورمنی، یعنی که زمانگی بودن. آنجا لباس ملی یعنی که لباس تاجیک رو پوشیدنش غیر امکان بود، چون که در سینر این چیز داخل کردنی نبود. وابسته به آن همان نقشایی که من بازی میکنم، لباسای من وابسته به آن همان نقش‌ها است. نقشایی که شما بازی میکردید بسیارتر لباسای اروپایی رو در بر میگرفت. بله. شخصی من. بله. وقتی که ما سامانه یوتیوب در رولی که شما رو پیشنهاد داد، در دو چیز مردم شک شبهه کردن. یکم برای زیبایی شما، دیگه برای لباسی که اکثر لباسهای شما با لباسهای اروپایی داخل دارد و بسیارش مراجعه کردن که اپای میرانگیز نیز و شما ما خواهش داریم که بسیارتر در فیلم های تاجیکی لباسهای تاجیکی رو از جمله چکن،
اطلس همین چیزا رو دعوت کنید چون که شما زیبنده لباس ملی چون که شما دختری تاجیکه. بله من میفخرم که دختر تاجیک هستم اما مخلصانم باید بدونن این چیز رو که این چیز در دست من نیست و بسته به همون نقشی که من بازی میکنم هر چیزی که سرکارگردان پیشنهاد میکند من همون لباس رو میپوشم و خیلی کوشش میکنم که در نقش‌های آینده لباس ملی پوشم. البته ما با مخلصان گفتم میتوانیم که مهرانگیز از این روز از این برنامه تصمیم گرفته است که نوارای آیندهش رو نیز بسیارتر کوشش میکند که با لباس‌های ملی با نوار گیرد. بله من وقتی که کامنتاری های مخلصانم رو در آماده خوندم از آن جمله محض در همین برنامه احساس دید اطلس پوشیده آمدم. بهترین دوستان گرامی چیزی که با شما معلوم بود ما کوشش کردیم که با هنرپیشه تاجیکستان مهرانگیز چون این سوالات درخواستی شما رو دیم و اینجا یک سوال عجیبی دیگر آمدگی است. میدونید چی سوال؟ شما اویله دارید یا نه؟ اگر اویله دار باشید برای شما چگونه مرد پسند است؟ و شما سه سوال پیشنهاد شده است. پولدار، دوم دلدار، سوم کمبغل. آدم شخصی که این سوال رو نوشته است به حد سوال دشوار است. البته که زندگی به مهر و محبت نمی شود. ما اویله دار نیستم. اگر اویله دار هم شوم اول شخصی که با من اویله برپا میکند دل داشته باشد. نه بعضی چیزایی هست که سلامتی رو با پول خریده نشود، نه که در زندگی بعضی چیزایی هست که با پول حل می شود. مرد باشد که هم محبت داشته باشد، هم دل داشته باشد، هم پول داشته باشد. دوستان گرامی سه وریانت که شما برای مهرانگیز پیشنهاد کردین الکی شما حس کردین که کدامش پسند کرد، اما عجیب از آن است که یک بار نگفت که پسر کمبغل پسر دلدار باشد و پولدار باشد. خواهش دلی هنرپیشه تاجیک. تشکر زیاد کمی باشد شوخی کردیم این برنامه چون که سوال از جانب مخلصان پیشکش شده است و میگذاریم به سوال دیگر. با ما پیشنهاد کردن که با رحیم پروداکشن یگان فیلم ثبت میکنید اگر شما راضی باشید. البته رحیم پیشنهاد نه چرا نه؟ البته نفرایی که میشناسن و نشناخته باشن این نفر ما خودم رحیم زیوی با نام رحیم پروداکشن هستم چون که با کمی سبب‌ها نتونستیم که ژورنالیست رو روی نوار بیاریم و اولین برنامه رو خواستم همراه هنرپیشه خودم بگذرونم و با دستگیری شما چون که من باوری دارم که شما مرا دستگیری میکنید و هنرپیشه تاجیک رو دستگیری میکنید و ما نیز برنامه‌های آینده رو برای شما با تمام صنعتش پیشنهاد میکنیم. همین خلاص؟ بله. بگذاریم به سوال دیگر. تیاری؟ یا در زندگیتون نفر بدمدتون و دوست داشتنیتون کیست؟ وقتی که من دوستم رو از دشمنم فرق نمیکنم با همه یک هستم، خوبم بگم قبول میکنم، بدم بگم قبول میکنم. وقتی که از خداوند هر دفعه التجا میکنم که دشمنان رو از من دور کن، بیشتر دوستانم دوستان رو با من نزدیک کن. همین خیلی؟ نه، فقط التجا میکنم که دشمنان رو از من دور کن، لیکن از بین دیره نگذاشته دوستانم از بین میرم. چون که شما گفتنید که دوست شما هم دشمنتون است هم دوستان، این رو شما جدا کردن بسیار از نمیتونید. دوستانی نزدیکم که با من بودن بسیار پرتافتن‌ها، بسیار دروغ‌ها، بسیار خیانت‌ها رو از دوستانم دیدم. بهترین این چیز در زندگی هر یکی ما هست و میبینیم، شرط نیست که بسیارتر برای این مضمون درجه کنید. سوال دیگر به شما چنین پیشنهاد شده است که در فیلم مهمان ناخوانده همراه علیشیر روشنوف که با نام گرگلی تخلص در آن فیلم رول آفرید، شما یگان مناسبتی دیگر داشته؟ نه، ما با علیشیر روشنوف هر چیزی که بود در نزدیک کامera بود، در فیلم بود. پس من علیشیر روشنوف همچون برادر بعد از فیلم، بعد از کامera، در پس کامera هم کس هستیم ما و من در خوشبختی کسی دیگر خوشبختی ما نمیجویم. چون آن آیله دار است، صاحب فرزند است، ما با آیله آنها رفت آمد زیاد داریم. بهترین آیله او نیز آیله شما هم است. بله. تشکر. سوال دیگر با
شما چی میخورید که اینقدر زیبا هستید؟ به نظر شما زیبایی انسان از خوردنش وابستگی دارد؟ نه. من هر چیزی که دیگران میخورن من هم همون چیز رو میخورم. نمیدونم زیبایی یکون سکرت ندارد. شاید این رولتون باشد، چیپسی باشد. نه، رولتون هم میخورم بعضا وقت. چیپس هم میخورم، هر چیزی که شما بخورید من هم همون هم میخورم. بود هوای وطن هم بسیار تر میخورم. آیا به نزدیکی یگان ویدیو کلیپ از طرف شما به مخلصانتون پیشکش میگردد یا نه؟ و یه چیزی دارم سورپریز برای مخلصانم است و آخری ماه باشد بعدی یکمش آمدی عید رمضان رو به همه شما تبریک میگویم، دویمش بعدی عید رمضان خدا خواسته باشد یک فیلم دیگر با نام درخش الماس که در این فیلم در نقش اساسی بازیدم پیشنهاد مخلصان میگردم. بهترین. شما خوشبختی رو در چی میبینید؟ من خوشبختی رو در سلامتی پدر و مادرم، در احاطه عائله‌ام. برای چی محض در زندگی هنرپیشه شدن را کسب کردید؟ عائله شما از این کسب شما راضی‌اند یا نه؟ من از کودکی الهام هنرپیشه شدن رو داشتم. عائله ما برای این کسب من در اول ضد بودن. من در اول دانشگاه یعنی ناراضگی بیان کردم. بله. در اول خانواده ما چون تصمیم گرفتن که مرا به دانشگاه طبی داخل نمودن و هرچند که این مهری هنرپیشه شدن در دل من تا روز اوج گرفت من از پشت صنعت شده، از پشت هنرپیشگی شده من دانشگاه طبی رو ترک نمودم. از بست دوم در کورس دو میخوندم، پرتافتم به دانشکده صنعت آمدم. بهترین. از اولاد شما از نزدیکانتون یگان کس در جوده صنعت کار و فعالیت میکند یا نه؟ نه، تمام من خودم از نخستین نفر شمایید که در جوده صنعت کار میکنید. بله. میرنگیز جان سوال دیگر به شما چونی پیشنهاد شده است که بسیارتر پدرتون نقض میبیند یا که مادرتون؟ در اینجا هم ما خانم هستیم با چند نفر من اوچه هم دوست میدارم بیشتر با اوتم هم دوست میدارم. برای چی اوچه تنه پدرتون دوست میداره؟ اوچه جنگتون میکنم میزنتون یگان چیتون نمیتره؟ شاید در میدکی عذابتون دادگی هست؟ نه، یگان پدر و مادر فکر میکنه فرزند عذاب نمیتره چون نمیدونم از کدام خاطر باشه بیشتر ای مادرم در پدرم دوست میدارم. بهترین. همین مادر شما مادر انیق شما باشد یا پدرتون؟ خدا مصلی لعنت کنه. باری هم در زندگی عاشق شده اید و از پشت عشق گریه کرده اید؟ بگیریه نمیشود گو. بله، من یک بار عاشق شدم گریه هم میکردم خیلی. مخفی نباشد میتونید عاشقتون گفت زنید کیست؟ نمیتونم ولی چند قدر پیش بود یا که عشق کودکی بود و اما حاضر عاشق زندگی هستم، عاشق کسب خود هستم، عاشق فرزندم، عاشق زندگی هستم. بهترین و دوستان گرامی و هواداران کانال رحیم پروداکشن، این برنامه احساس دل با هنرپیشه مردمی تاجیک مهرانگیز عبیدالله ما برنامه نخستین را گذراندیم و از شما احترامانه خواهش میکنم که چی درخواست و چی گفتنی دارید و چی نارساگی‌هایی که در برنامه ما میبینید میتوانید که در کامنتر بیان کنید تا که یگان انسان بکم بودی نیست ما اصلاح برنامه کنیم و برای شما برنامه‌های جالب و برنامه‌های دقت جلب کننده برای شما پیشنهاد کنیم و با شما همین رو گفتنی هم میرنگه جان که با شما در جدای صنعت با پاریا خانم و بگذار از همه هنرپیشه مردمی تاجیکستان در جمهوری تاجیکستان شما شوید و به خلق و وطن خدمت کنید و چی گفتنی دارید در آخر برنامه با سامانه رحیم پروداکشن، با پادپیسچیان رحیم پروداکشن و با کل مخلصانی که شما را تماشا میکنند؟ باز یک بار دیگر می‌نداری خود را برای این پروداکشن میرسانم که چنین برنامه تشکیل نموده است. ما هنرمندان را دعوت کرد با سوال‌های مخلصا، یعنی که هر چیزی که از ما می‌خواستن نزدیکتر با ما شناس شدن. خرسند هستم. میرنگیز
تشکر زیاد که در برنامه ما اشتراک کردید و ما را قدر کردید و از استودیوی رحیم پروداکشن، از سامانه رحیم پروداکشن و شما یک تحفه خردک داریم، آن را بپذیرید. این تحفه از جانب ما به شما هدیه کرده می شود. بگذار همه وقت به مثل اینمی گلهای جمهوری تاجیکستان همه وقت سرسبز و خرم باشید و در خدمت خلق وطن باشید. سلامت باشید.